صبح بر وقت 20 ایول اعتراضگران عراقی که به نقشه آتش زدن قرآن در استکهلم مخالف می باشند در بغداد سفارت شویتزر را آتش زدند. پلیس عراق با استفاده از کلتک‌های الکتریکی و آب تلاش نمود اعتراضگران را پراکنده کند، ولی گردآمدگان دیوار سفارت را شکسته بینای آن را سنگباران کردند. یک اعتراضگر جوان به خبرنگار فرانس پرس گفت که آنها منتظر برآمدن آفتاب نشده سفارت را آتش زدند. طبق اطلاع این خبرگزاری کارمندان سفارت همگی به جای امن انتقال داده شدند. پیش بینی می شود که امروز یک پناهنده عراقی در استکهلم در نزد سفارت عراق بار دوم نسخه قرآن و همراه با آن پرچم عراق را آتش می زند. این شخص که نامش سلوان مومیکا می باشد در صفحه‌اش در شبکه فیسبوک نوشته است که مقامات شویتزر به برگزاری این چوره‌بینی اجازه دادند. 28 ایون سال روان زمانی که مسلمانان عید قربان را جشن می گرفتند، مومیکا در نزد مسجد استکهلم نسخه قرآن را آتش زده بود. آن روز هم پیروان مقتدا از صدر روحانی معاصر عراقی مدت کوتاه سفارت شویتزر در بغداد را اشغال کرده بودند. آتش زدن قرآن باعث اعتراضهای مردمی در یک عده ممالک اسلامی هم شده بود. شویتزر و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گذشته هم شاهد چوره‌بینی‌های گروه‌های راستگرا شدند که با اشاره به آزادی بیان رمزها و کتاب‌های مقدس دینی را آتش زدند. حکومت عراق حمله به سفارت را محکوم نموده وعده داده است که مسئولان این عمل را به جوابگری می‌کشد.